مهاجرانی که زپریت گرفته از عبور مرز روسیه محروم گردیدند، برای بازم به این کشور به مردیکاری رفتن دست به چیکارهای میزنند. در ولایت اسمالینسک روسیه اخیراً یک شهروند تاجیکستان را برای اون که سواره قایق به طریق دریای دنیپر به قلمرو روسیه در آمده است به مبلغ بزرگ جریمه بستند و اون هم بعد 8.5 ماه که این مهاجر در پس پنجره به سر برد. خود مهاجر تاجیک و او نزدیکان و ادوکاتش برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیست، ولی بنا به اطلاع مرکز مطبوعات مشترک دادگاه ولایت اسمالینسک، این مرد تاجیک هرچند میدونست که ورود او به قلمرو روسیه قانونا منع کرده شده است، با هواپیما تا شهر مینسک پایتخت بلاروس آمده است و روز 21 سپتامبر سال 2022 از آنجا با تاکسی تا مرز دولتی روسیه رفته، سپس با قایق با کمک یک نفر دیگر از طریق دریای دنیپر مرز روسیه را در منطقه کراسنای در حدود نویه کراسنی ولایت اسمالینسک گذشته است. او بعد عبور مرز کمی در جنگل استراحت کرده، سپس برای ماشینگرد برآمده است و با یک ماشین راهگذر سوار شده حرکتش به داخل روسیه را ادامه داده است. این مهاجر تنها بعد 4.5 ماه ورودش در قلمرو روسیه روز 9 فوریه سال 2023 کارمندان پلیس در شهر کراسنایارسک دستگیر کردند. مهاجر مرز شکن را به ولایت اسمالینسک برگردانیدند و دادگاه نویه کراسنو او را بر اساس قسم دوم ماده 322 کودکس جنایتی روسیه در دیده و دانسته غیر قانونی عبور کردن مرز دولتی روسیه از جانب شهروند خارجی که ورودش به قلمرو روسیه قانونا منع کرده شده است گناهکار شناخته به مبلغ 70,000 روبل جریمه بستند. با در نظر داشت 8.5 ماه در پس پنجره به سر بردن مهاجر تاجیک مبلغ جریمه او را تا 25,000 روبل پایین آوردند، یعنی هر روز در بازداشتگاه سپری کرده او را تقریباً 1800 روبل حساب کردند. مهاجر تاجیک بازم میتوان گفت که آسان خلاص خورد، چون که قسم دوم ماده 322 همچون جزا در برابر جریمه به مبلغ تا 300,000 روبل همچنین تا 4 سال کارهای اصلاحی و یا تا 4 سال زندان را پیش بینی میکند.